من اکرم عبدالحمید. امروز بار اول است که به سناتوری دکتری بسیار مشهور تاجیکستان و دنیا رضای طاهری، یعنی سناتوری خودخین آمدم. هر گپ پیش از این های بسیار درباره این سناتوری دیدم، خواندم، تماشا کردم. راست گپ بهاری نمی آمد. لیکن امروز اگرچه بار اول آمدم، بار اول باشد هم 100 فایز باور کردم که برنامه‌ای که این طبیب حاذق با نام 100 سال زیستن می‌خواهی و سناتوری پختون بیا در حقیقتا درست بوده. حالا ما سفری که کردیم، یعنی راهپیمایی که از بین راه‌های تگید کوهی، لب کوهی، کوه‌های خاکی همش البته و برای کوهی گذشتیم، از بین جویبارها، از بین درخت‌های رستنی‌های بسیار عجایب و گل کردیم، خوشی گذاشتیم و در نوبت خود این طبیب حاذق به ما چند رستنی‌ها را شناس نمودند، گفتند که برای کدام کسالی‌ها دوا می‌باشند و عموماً باد هوایی که در اینجا هست چنان عجایب دلکش که راست گپ من چند مدت فشار داشتم، فشار من از آن میداد، همینجا آمدم خودم تماما دیگر ریز کردم. این هوایی است که البته آدم رو 100% شفا میبخشد و گفت خود دکتر محترم، البته آدم در این حالت همیشه میتواند وقتی که فشاری بدن از بین میرود، دیگر کسالی‌ها از بین میرود، خواه نخواه، خواهی نخواهی مثال البته 100 سال اون میبینی. این راه‌هایی که ما گذاشتیم، من با خنده گفتم این به این راه‌ها بوزها میگذره، ما چیکار گذاشتیم؟ در اینجا از من کلانسورهایم بودن، بایهایم بودن، زنک‌هایم بودن، خانم‌ها. من راست گپ قدم‌های آنها را نگاه کردم، از جویبارها خیس کرده گذاشتنی بایه‌ها دیدم، یا که مثلا قدم مانده یک طرف هم شده با راست شده خسته و کردن. البته اینجا هم ما کیفیتی معنوی گرفتیم، هم کیفیتی جسمانی گرفتیم. برای هم کیفیتی مثلا هوایی مثلا هوا میگیریم، اینا برای همین به فکر در اینجا کیفیت‌های گوناگون محض صاحب عام میشوند که هر نفری که به این سناتوری میباید البته 100% من باوری دارم از 100 سال میگذرد این